تشکر استاد خیراندیش انسان دوراندیش. آخر شعر در خواهیم نخواهیم میزنه نیش یا قرصک بیش همه میشیم خیش. السلام علیکم هموطنان عزیز، استادان گرامی قدر. امروز در حق یک روز استاد چی میگن قید کردن که همین خیلی حالت یگان کس انتظار نبود. من میخوام با افتخار استاد عزیز یک قرصک شود. حاضر از همه مشکل در این دور و زمان این کارگردانی و سرجم کردن اهل هنر و اهل قلم است. این یگان جای پنهانی نیست. با از اون از دست راست که میبینیم تا با دست چپ تمام اون استادایی که برای حجم ملت تاجیک خدمت کردن، برای دراماتورگ ملت تاجیک خدمت کردن، برای رژیسور تاریخ ملت تاجیک خدمت کردن، اکثر در اینجا پیشنهاد ما و شما کردن. روحشون شاد باشد. من میخوام با افتخار چنین شخصانی بر من استادان گرامی قدر یک قرصک سمی دیگه زنیم. سلامت باشید. لفظ خوش گفتن خوش از گر شخص عادت میکند، جسم و جان کس حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف، خنده هم درست انسان را طبابت میکند. جای انتخاب کرده استاد خیراندیش ببینید نزد کتابخانه ملی. من همون قصه استاد خودشون که نوشته بودن برای من برای شما تقدیم میکنم. خواندن میگه دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزد از روز. همه اون صحنه‌ای که در اینجا استادای عزیز هستند، از نام استاد خالمراد صدیق، از نام نصرالدین نوردین گلبی ابوالخیر و که با استاد خیراندیش همکاری دارند، یک قرصک با افتخارشان از نام اهل هنر لحظه‌های گوارا همین قصه را پیشکش شما میگردانم. دانش طلب و بزرگی آموز میگه یک فرد میخواند با درجه میخواند که نامش نوشته نمیتونه. حاضر جوانای ما ببینید زبان خارجی میخونن، زبان روسی کم کم همش میدونی ها دانشجو هم تلفنات هم قبیلگی باور کنی هم خیلی دل ما شما پرای کی برای کی قفای همین تلفن با نوار گرفته شما دیگه همین قریب بخشیش بعض شما صورت پرست دیگه فقط تلفن قد ببینید. یک چیز ها انا اون وقت هم همین یک جوان با درجه میخونه که حرف نمیدونه، نامش نوشته نمیتونه، همین خیلی مکتب تمام یک چند وقت دیگه میگره یا روز اس چیز نیست. مسافدی پدرش میگه چی میشه؟ گیجو برده باشن دوتاز خدمت برده باشن یا مدت ما 3 ماه میکوه وقت تلفن خیلی علاقه نبود، فقط نوشتن بود. 3 ماه میگذره یک خط میبیا مسافد در خط میگیره میکشو هم خیلی نگاه میکنه همین تا میگی نه مرغوی ایدری او برآمدگی نه یگان حرف راسته نه یگان املای نه یگان خطای پیش ای همسایه پیش وای همسایه پیش ای همسایه یا ده را میگردونه یگان کس نمیگه که همین جوان گیجو دای چی گپای. بعد یک کس میگه با شما همین خطا گرفته مکتب روید، مکتب ده همین معلم اگر یه حرفی اوان میفهمه بچه‌تون در جای خطا میگیرم میره مکتب نزدی میدرو دیرکتور تمامی معلم میبیو همه ای نظر میگذرونن یگان کس نمیگه که چی نوشتگی. میگم معلم تربیت جسمانی دعوت کنی این دویدن ده نوشتگی. معلم تربیت جسمانی میبیو نگاه میکنه نمیشه. بعد روبره دیرکتور میبینه که مسافر خجالت میگه بابا در جامعه ما همین خیلی آدمایی هستن که همین خیلی حسن خط دارن، اینا دکتران. شما همین خطگیری دکترخانه روی مسافر خطا میگیره میره دکترخانه میدرون از سر دکتر تمام دکتر را دعوت میکنه نیروپاتولوژی تراپی همه نظر میگذارن یگون کس یگون حرف نمیوه. مسافر تماما قریب بیگه روز میشه نسترین پچق سر دکتر میبینه که نسترین مسافر نیست. بابا ما دکترها هممون هر خیلی می نویسیم. در جامعه یگانه آدمایی هستن که حسن خطی همه ما خوانده میتونن، اینا اپتکچیویان دارو فروشا. شما همین مکتوب گرفت روید داروخانه ها خیلی بیگه میدونید هم بسیار دو جدا نوبت یا زپراف کده یا داروخانه ده. مسافر هم میره نوبت بسیار میسته نوبتش میبیو وقتی میزاج بسیار باشه کلینچ خیلی کیره گاب میفوره او دکتر دارو فروش گر داروی داد صدای نوبتی مسافر میشه. مسافر خط دراز میکنه که اپتکچی میگیرم خیلی نگاه میکنه میگه ای بابا این داروی شما دخیتای میشه مال آوردگی نیستیم. زندگانی گاه آسان است و گاه مشکل است، گاه چون قند و عسل گاه زهر قاتل است. تلخ و شیرین هرچی می آید به نوبت بگذرد، شکر قسمت میکند هر کس اگر ناقابل است. زندگانی می رود همواره چون آبی روان، هر کس دنیا بی خبر باشد فقط در ساحل است.
دانش اندر دل چراغ روشن است. استاد خیراندیش اندیشه کرد. هر کسی دانش نمی آموزد اون ناکامل است. خیریت یک قرصک مجبوری زده اید. همین غزل خواندگی ما استاد خیراندیش براتشکای. سلامت باشد. در خاندان همه ما شما خنده باشد. مهربانی به دیدار شما استادای عزیز. خوش آمده استاد. رحمتی کلام. انتخاب کردگیتون بسیار عجیب. همین جر شوید خنده. یا جر شوید پارتیر در وجه زیاد میشه.